خسته نباش. آسیا خانم ایشون از شما شکایت داشت و همچنین احسن خوش شدید آقای محترم. گوش کن ریش سفید چون نجید رقب ای آقا خب همش دروغی گفت. نه همش دروغی گفت. واسه خود چه بی تو تو خود برو چنا آسیا برو چنا آسیا چنا تنبیه رو بیرون. شما چیزا شما برید اینا تو بیرون. شما برید آسیا خانم ایشون از شما شکایت داشت و همچنین آقا سجاد. آقا سجاد کدوم؟ سجاد کدوم آج؟ آقا اساس کاره خمون فهم به جرم این که خانم رو از کار انداختیم پایین و کشته شده ما اومدیم اینجا. آقا شکایت کرده. اصلا من کاری نچن آقا. اصلا همچین اتفاق اصلا نمست. من اصلا او خانه و امرزان پایین اصلا اوری نبیام. این چند وقت پیش چند ماه پیش این آقای امیر یه همداری جوش من نوازو بودن سال ارخ نشونده خانه میو فچه ما گول یه زمین خان باید اروسکانسش من بسه دارم شوهر نارم یه همچین فچه خانه می وقت رفتم مکان خانم همونه تعقیب چه من در نانو زد پامه من لیس خواردم برز پای وزنومه من دیان صدای داد قالومه من وقت ترسی چه گفت واقعا اتفاق واسه اومد با اهالی مردم چردم مردم بردم همون سر صحنه لحظه چون برستم من نهای مردم یه لحظه میگه ندیوم او رو یه شاد اومگو امیر او رو بی تسبیح جنبل چه تسبیح ندابم جز تو کسی اصلا این صحنه رو دید؟ یه چه حسو تسبیح امیر امدا نه نگاه کنید اون وقت که اون خانم کشته شده فقط سنگ از زیر پای شما رفت یعنی خودت داری میگی که من این کارو کردم
خب آقا یه لحظه گوش یعنی کن. تو این کارو کردی خب، تو با سنگ خبر سر شما. بله من همین اضافه شما این سزاده بله شما هم به جرم اینکه این پیرمرد رو هل دادی زده زمین شکایت ازتون کردم نه یه هلش نه یه هلش نه نه ما هلش نه درود کنه یه هلش یه هلش نه یه لحظه گوش کن. سرت کن سرت آسیت برای چی نه برو ایکو یا آقا حرم زامی و بی بله. خب بین هر ساحل میبینم خب من مجبور بیام ایره هلش دام ایره زیرس نه ما هلش دام هیچ شأنی نیست دهرش نه تو هلش نه. نداری هلش دام آقا سیسه درود ما کنی هلش دام برو یه لحظه براقب، صدقان براقب. نره. خانم برقب آقا یه براقب لحظه تو گوش کن. دعوا آسیا، نکنید آسیا. اینجا براقب برای چی نه نه آقا استا من نیتونم اصلا این همچین خانم کاری اقرار بین تو کرده خانم که تو. خودشون تو خانم کار کشته یه لحظه واسو میخوام صحبت کنم. خب بگو آقا میخوام صحبت کنم تو خانم ترین دوماش و هستی خشیس من میخوام به خاطر تو اتفاق گفته من سیکا. خم گفتم مشکلی بلد ندارم شدی. احسن خوش شدی آقای محترم گوش آقا. گوش آدم کیلو ریش سفید تو نجید رقب رقب یه رقب لحظه رقب وایسا جناب سرمان ایسا. گوش کن آقا آقا مقصره این آقا مقصر آقا نیست مقصره من الان این خانم جلوی هم دو نفرم اینجا وایسادم میگه من خودم سنگ انداختم من نه، اون نه. چیز خانم اشتباه بود. ببین. خودت اینو گفتی من این الان. لیست خورد سنگ پام افتاد. اصلا خب گوش سنگ کن. زیر پای شما رو مرد قانون نیستی. بله من به خود دفاع کنم. یه لحظه گوش کن من تیگم ته. زمانی که اتفاق وست خانم یه مرد اصلا نبوده پزشک قانونی من و سنج ارتفاع وست. من از سنج ارتفاع چقدر سرش درزا خانه با خاچ اومد که تنها تزینه نکشتی. من نمرد. من نگم بدم. سه بار پزشک قانونی بفهمه. سیده پزشک قانونی. سیده خانه تو محکوم. چطور نسیت و کوی چطور نشدی این بدبخت نمیدونست تو این کارو کردی نونست تو یادتون میگفت یه همون روز به بعد در خونه من ول نچم من از آوردن یه هفت ماه بعد داشتم. از اینکه فهمید کار آقا تو آقا یو تو من خودت میگی من سنگ خوش انداختم. اومد خوش اومد من این کار کردم من این برز پام راست زدم خب. سری زینه اوسی دیگه مبرد ما پزشک قانونی دیگه حرفی هست خیلی جناب. گوش کن. امیر تبا دا کوبیانا. نه. خب یه شاهد دومین شهر صحبت کرد امیر و کوبی تصمیم گرفت. خب بیارش. آسیا یه لحظه برای چی نه این شاهد شما گوش کجاست کن اگه سی خاطر آقای نمی‌تونم محترم شاهد. آقای این محترم همش آقای درست محترم احسن آقای محترم یه لحظه جناب سرمان بله گوش کیلو من اصلا خون با کوهلش دام من خون اصلا با کوه سعی کرده رقم نه هلیه دام رقم خانم یه لحظه صبر کنید شهر اینجا رو حفظ کنید یه لحظه چون صبر ای آقا خب همش دروغی گفت نه همش دروغی گفت یعنی احتمال زیاد خب که زنش کشه بود کار خشه خب ولی میگم آقا اصلا ما کشتمش مشکل نه آقا من کشتیدش؟ من کشتم عجیز تو نه کشت نه نه مشکل نه نداره. نه نه مشکل آقا نداره یه اشتباه خودش من. کشتش یو آقا برو هر اتفاق اصلا مثلا ربطی به این برو ناره. عقب. گم ربطی به این اصلا میگم برو ناره. عقب. یه سی خانه دو خود مشکل نکن. نداره. ولش. خدا ای کار غلط نکن. کردی برو عقب. خانم برو عقب. آقا میرم. وقتی خودش میگه من اصلا برای گزارش میخوام ببرمش این آقا مشکل نه من برای اصلا گزارش دیگه سنی مشکل نیست دیگه نداره. نه آقا همش مشکل نه نداره. این آقا خودش میگه نه، من یه هولش غلطی دادم کنه. من اونو کشتم درود کنه فیلم سایکو نه من این کار نمیکنم آقا یه لحظه باز. آقا یه لحظه باز. برو کنار. برو اصلا کنار. به این ناره. ربط داره. آقا من دستم زبون. من میخوام این آقا خودش آقا نامات بردار. نامه من رو بده بعد بیمارستان آوردی؟ بله مشکل نداره. این کامل الان سر ضربه مشخصه خورده؟ نگاه کنید مشکل یه نداره. لحظه یه آقا لحظه بله وایسا. همه چی موتا نامه اینجا چه بیمارستان دونو چه جواب خانم بده بر ضربه آسیا خورده هسته ضربه اون روز خواهد اینجوری سرش. شده ضربه برده سنگ سنگ برنه اشتباهه میره تونه جلو بخواد تعرض کنه و هونه و مهلش نام از پای نه زینش اگه سنگه آسیا این آقا ضربه خورده یه ضربه خورده مشخصه سیسه ضربه حرف خورده جلیو قبول نیستن هردم قبول نیستن سیسه میگه خانم خمت نام تو این پیرامید این پیام زد بیبه سیسه بدون مهونه ما بس حق تو بغل به هونه ما چه دست نمیتونه آقا اصلا بدون میخواد تو برای زندان خاطر الان هم شما درست کنم میرم اون توضیحات درست کنم متهم هستین و خودتون هم دارین میگه که متهم تو آقا اونجا سنگ انداختی خانمو کشتی این هم میگه من خودم این کارو کردم یعنی دادگاه مثل او اعتراف کنه در برای پزشک قانونی خواسته هاچ محکوم اعدام و یا تو حبس خودت ابد تازه گفتی من خودم من سنگ میگم انداختم. سنگ ببخشید، زیرفان خودت بیخور سنگ من پایده نمیدونم است. اگه سنگ خود پاسنگ رز کشتی در منطقه رفتیم میزد دونه شده کار خود بله ای خدا تو نبشناس بله. امین همش کار خطه تو کار خود و زمین خود چردی تو تو خود برو کنار آسیا برو کنار. آسیا برو کنار آسیا چیز در خزه کشه وگرنه خودت هم هیچ میگه شر آسیا تو لیشی تو خود زینه خطه برقب. بردی خانم برقب. آسیا برو سگو خالی کنی آقای سرکار من اصلا همه تیمم آمون توضیح ندم
رقب من همه توضیح ندادم من توضیح دادم توضیح دادی چه؟ یه خوش هلجنا شاهدن داریم این ما 2 نفریم این نگاه خوش کن، من اگه امروز- صدا چه ربطی داره وایسی من اگه پلیس زنم بیاوردم این خانمم با خودم میبردم اگه پلیس زنم را بود این خانمم میبردم این خانمم متهم خب ما آوردیم بله متهمه ما آوردیم آقا من خانم متهم این هم نیستم. متهمه این چرا داره متهم؟ خودش نه یه نباید باری یه این خانم سنگ انداخت اون خانم کشته خودش یا داره اعتراف کرد. مزاحم شی بود یا داره مزاحم آقا شی بود این هر یه روز خانم بیفهم یه آدمو چی خواد داخلونه ببین شکایت کن تا منزلشو شاهانه بگیرم من آره. الان نمیتونم حکمی ندارم با ایشون درگیر بشم 2000 تا میتونی خانواده شکایت رو کنی. داده برم شکایت کشتی میتونی شکایت کنی تا من ایشونو بردارم ببرم ببینم به چه جرمی اومده اینجا آسیا باید شکایت. مشکلی ناره بیا بری بر بیا بری بر چی داری؟ هیچ مشکلی ناره کاری که نه. اتفاق مراقب. هستن مخ میرم زندان آقا مخون باد میخواد دستمنده چه خانمی خان دستمنده مخون باد این پیاده کو باد آسیا میمونه گوش کن باید ببرم. یه لحظه تو بشیکه احساب خوردی کنه سکرا آسیا ده تا بچه سکو ده تا بچه داری خب به خاطر بچیله دوست نارم تبیه خب من بخاطر برو من برو خانواده ما برم زندان اصلا به تا محکوم بود هیچ مشکلی ناره برو راقب خانم راقب راقب مشکلی ناره مشکلی ناره آقا هیچ مشکلی ناره ولی دروتن ثابتی ببینم، کنه ببینم. تکا دروتن دست ثابت رو نیست نه دروتن من ثابت بیا کنه ببینم همه صبح شکایت بخون کنه برم شکایت نگو گفت هر داخلونه بود زندان راقب خانم راقب دیگه شروع شده در آوردی برو بر امیر دومان خطونه برو خانم آقا دومان خطونه برو کنار خانم خانم برو کنار برو کنار برو کنار آسیا مشکلی ناره هیچ مشکلی ناره خانم برو کنار برو کنار برو کنار برو کنار برو گناه داره بیا برو بیرون گناه داره بیا برو بیرون دیگه دونه بیا برو بیرون یه بار دیگه دستو چشیدی خودت میدونی خودت همراهش میبر برو بیرون این آقا متهمه این ما شکایت آسونه چیلی با آسونه بود میگم برو مقصر نی تو خود دونه همه شو قام راقب. مقصر ببین آقای سرکاری ما شکایت همه چیلی هنه بالا بود میگم این آقا متهمه باید بره رضایت بس زان را زندان زندان ایگو التماس بکن سنی آقا شما بیا برو بیرون قشنگ چیزا نکن شما برید. اینا که بیرون شما برید بیا شما برید بیرون ولش نمیخواد بریم زندان بتون حقش برای آسونه بره گناه داره راقب بیا برو بیرون گناه آسیا آقا اگه همه شکایت کنم و امیر اوزتی امیر بری زندان بله آسیا اگه شکایت کنه اگه متهم باشه آره میبرم آسیا ولی اگه متهم نباشه نه بس چه جور میخوای ببری آسیا یه تا پس این لای نمیاد آسیا یه هونه دوار امش تو دو جوش مقصر نیستی میخوام همش دونه میخوام در این چند وقت در این چند رو دونه که اصلا امیر اصلا شاید خوش از چه کشته خب این خم که هلش نام خوام خب مال یه چی اومد هی چیزای من در و امکانات و اینو خب ما هلش نام هیچ مشکل نار مشکل ولش کن راقب خانم راقب راقب برو بیرون از این طرف بدو خانم گفتن دنبالم نه برید بدو سریع میخوام خود دلت سرباز میگه سرباز انگلیسی خوندی اعتراف چی خوام بایمش همین الان ولی بره همین الان بره صدا با همین الان آزاده بود ولی بره باش اگه تصور اشارتی که من ایگو خمیره تصور راش اول با امیر کنون چه ادمون یا داخل غلطی کنی خب ما یو غلطی کنی شکایت امیری کنی تو غلطی کنی شو چت احترام خود داشته خب بعد تحصیل منه زن خوش کو با هم صدر گفتم میخوام بین خانوادت بیا قیمت منه کنی بیا این نگی بین زینه خزینه بده و اگه وقت رفتی ناراقا سی خاطر ایاده تقسیم منه ما سی خاطر ایاتو خیال نتیبو با میگو خیال نتیبو که سی رفت بور به زندان خیال نتیبو نلا مش مقصر من نیستم ما ماش گفتم
الان نو بيجي فقط بریم الان متذكرم الان تو ما بریم اینش کنیم چه کنیم الان خدای امیر رضا امیر بابسونی رضا امیر بسونی ها امیر باشه کار کنیم سی تو بس و درو گفتی صدا چی گفت تو گفتی صدا بی چه تو سی با صدا به خاطر تو زنده سی صدا بابا خب من همه شاید نه سیت از دست خاطر من زدم اصلا من نه دست چند وقت خاطر یاد دومن زیاد مت مکال کنه خم همونو اصلا خم مثلا طول مثلا کل همه دنیا مشکو چوبنه آقا صدا سیت خاطر اصلا من نه میرتنه تو میگو چه خاطر من زدم كنت حاف نزل تبى صدا قفتي بيو بدار تبى تبى خد قال صدا چه تصدر ربي اینو بی راضی بی هر چیز صدا تفقی ایگام احترام تا یعنی زینه قصداری عروس مقاسمی من خدمت کارتونم ده لازمی دادم هی بزنیم تلمو دست نمیکن درست دست نمیکن میخوام احترام من داشته باش درست من همه چی هستم در چیزی نیست که به هم نری بزنی احترام خودت وسط دفاع کنم آسیا دست نمیکن بیا دست نمیکن که حدسی همین دوری خورد پلک کنم اینجا خطونه بس بیا اینجا الخمن ساکرا اینجا الخمن دوستان از این بعد هی بیام بدومه دوستان همیشه یام تو داره من قفل فکریست اساسی دارم قفل کرد دو من در قفل نکردم سعی کردم تا امیر چومو دست در بعضی جا با قصدا دعوا نکنه همش همین اصلا خود صدا بینی تو صدا باید تا ابد زد بکشی صدا با همون بیست تا قیمت صدا با همون بیست تا قیمت صدا دید مکن میروز تو که گزارش هر که انشالله خود آزاد چه؟ آزادی بود؟ رو به سی خاطر تو سی خاطر تو ریگی خون بخوام رمزین دا سی خاطر تو ده به جواتیگان احترام تو دارم باز میفهمی سی حالیش ای دنیا نی چه راست کنی؟ قیام فرش کنی برسنو یعنی خواه صدا بید یعنی مدونه یعنی من باید بلاسه بگم ایسی نمیری به آموته رضایت نکشه تا میشه آزاده آزاره کسنو ولی حلال نیستنو چه تو برسی؟ من خیلی درست کنی عد تر بلا اصلا میایی ولی دقیقا صدا آزاده بود صدا دوست صدا آزاده چه؟ که نداره سی خاطر تو نداره چیزی؟ تو چه صدا؟ تو چه صدا آزاده بیان نبود؟ تو چه کاره صدا؟ اصلا چیز صدا غیر تنه کنی ده میره خطه مشکل خطونه میری خطه با کلوف تو میری کلوف کلوف سخره بوزی کلوف بیا بده بیا بده بیا بده خودت کنم با زنده بیا بده بیا بده بیا بده بیا بده بس ده بیا بده بیا بده بیا بده ما تقصیر میره زنده آخه میرم من دیگه بی خوش که محکومم خوش که فلانم خوش که مثلا من تقصیر می بچه نمیکنی تو سیت رضایت ده سیت خودم غیرت نکنی سیت ما غیرت تقصیر همش تقصیر تنه تقصیر چه من خود همین ندی چه میگفتی میخوام برم ندی چه فقط با سرباز گفتم که سرباز خانم نانتونه برام آقا سرا خود اتفاقی که میخوام چه من تقصیر منه اصلا بگو ببین خطه با پری وسط بگفتی میخوام برم من برسم نه چهار تا برسم آقا زاد میکنه چرا میخوام تو بره آقا امیر مشکلش مامنه دو ماشونی فلان که نه یه خانمی میخوام رسندم تو همه یه ودلون گفتی هیچ نگفتی و صدا الکی پلکی درون نکنسیم من ده لاخون واقعا زاد گفتم و آقای سرباز هم گفتم که متهمی فلان و امانی سرباز خانم آروس اینجی نوشتیم دویم متهم اگه امیر شکایت کرده در نایتو یا تنه با خانی برم خواهی ما اونو چه سرباز سراچین سی تو سرباز سراچین سی تو با همین نکن گله لگه نادار نکن گله لگه چکنم بله کار از این بعد باید بله کار بود از این بعد با خیلی خورانه که متزجر که خیلی کلمه داریم خفتی کنم هم میرو چلو موزای چلو رمانی موچ خواندونم با تو بدونم با تو چه کنم خواهم راستا داد قبول نکن وقتی بی که من داشتم چرا امید قصد بنای ما
بس پچته گیریم گاهی ناراحتی آقا اصلا کلی ها؟ تایی صندلی میچه بسی رو چشمی اما قاسم به خودم من قاسم نبیام چونه؟ امیر به سربازی برداشت دوه خب گفت نانو زینه و کشتی نانو هلانده برده بیمارستان که میری بسته بابا بی همه تینه بابا بی پاسگاه دادگاه شکایت چی بی منی رو میخوام توضیح دام سیامو سرباز خواستم نبرم ای سجاد جلو هم وش ویسا آقا من هم امیر زمرجن هم و خانم و کوب کشتم آقا من مقصرم من سرباز سزا بره من نخواستم این طرفا مقاسم بس صدا خب دوماشو بی صدا سوچو بره صدا خب نباد بودی هده هم صدا بره صدا هم دوماشو رضاحت دیر من دیلم نخواستم اتفاق افته شو چه تقصیری ناره اگه زیتون میره من زادی را بخواه من نخواستم را اما قاسم خون دولت جلو سرباز داره و من ویسام گفت آقا من بیام آقا امیر منشلش با من ربطی به سجاد ناره داری برو خدا یار ندار تبر نگرد ما چکنیم ما خمیر هر روز این نظامی بود هر روز های شر یاری من نای ما نه هزار بدبختی داریم یا چند کاری داریم بدبختی هیچ کار دستم نموسی آقا ساده انسان با سجاد هر ناراحت نبود سجاد هم همون دوماش رو رفت کنید شوکت تقصیر ناره شوکت سی خاطر تو باب را زنده صندلی تنه بزنه نباید تنه بزنه بی خود چه نباید تنه طور بزنه نیست آقا اما قاسم طور نیست آقا بلمونه بزنه بلمونه نباید تکنه بزنه گناه داری تو هم بیدش کن اون ناراحت نبود حالا تمام چیزی سجاد هم بیاد سجاد هم بیاد